من اینجام، تو رو خدا نجاتم بدین، من اینجام. کمکم کنین، من اینجام. آدرسی که داد همینجاست، پشت این ساختمون. تو همینجا بمون، من ساغر رو میفرستم پیشت، بعدش از اینجا بریم. تو چی؟ جمره این مشکل منه، تا حالاشم زیادی تو درد سر انداختم تو. ایلول چرت نگو، من نمیذارم تنها بری. کمال منو میخواد، ساغر رو میفرستم بیاد، بعدش از اینجا بریم. باشه بریم. نه، مادر پدر من جلوی چشمام مردن، نمیذارم تو هم بمیری. گفتم همینجا بمون. روزتون بخیر. گزارش یه فقره دزدی داده بودید. کمال، من اومدم، دوستامو ول کن بره. کمال، ایلول من اینجا. ایلول اونجاست. باز شو. خیلی ترسیدم. ساغر حالت خوبه؟ سوگل کجاست؟ اون نیومد دنبال من؟ باید از اینجا بریم. بودو این تا کمال نیومده فرار کنیم. زود باشیم. بودو. باشه چیزی نشده، فقط یه خورده قرمز شده. به پلیس گفتی؟ به خاطر نجات دادن من میخواستین دزدی کنین؟ سوگل به خاطر تو فداکاری بزرگی کرد. نه فقط به خاطر ساغر، در حق ما هم فداکاری بزرگی کرد. عزیزم، به نظرم بیاین بریم پیش پلیس همه چی رو تعریف کنیم، یا سوگل رو آزاد کنن یا هممون رو با هم زندانی کنن. من بدون سوگل نمیتونم زندگی کنم. آره، با این سن کممون چه کارایی کردیم. نمیتونیم اجازه بدیم تاوانشو فقط سوگل بده. بیاین بریم. ساغر، تلفن با تو کار داره. بگو بعدن زنگ بزنه. میگه کار مهمی داره دخترم. برو زود بیا دیگه. چیه؟ ساغر، منم مادرت. تو مادر من نیستی. خانواده من سوگل و ایلول و جمره هستن. اون مرد دیگه نمیتونه تو و دوستاتو اذیت کنه عزیزم. یعنی چی؟ مادرت مشکل رو حل کرد عزیزم. از این به بعد در امانی. جمره، ایلول، من واقعا یه مادر دارم. اون منو از دست کمال نجات داده. کاش به مامانم میگفتم سوگلم نجات میداد. ساغر، مادر تو رو از دست کمال نجات نداد. چرا کار خودشه؟ به خدا ایلول، وقتی ناپدرت منو زندانی کرد یه صداهایی شنیدم، شبیه صدای یه زن بود. به نظرم مامانم بود که گفت ولش کن، دست از سر دخترم بردار. والا به نظرم همینطور شد. خب چرا شما حرف منو باور نمی‌کنی؟ خیلی خوب ساغر، درباره این موضوع بعداً صحبت می‌کنیم. الان باید سوگل رو نجات بدیم. بیاین هر چه زودتر بریم خونه عمو علی و خاله صدا. بریم اونجا چی بگیم؟ بریم همینطوری سراغ سوگل بگیریم؟ اگه به پلیس خبر داده باشن چی؟ اگه پلیسا سوگل برده باشن چی؟ اول آروم باشین، میریم میفهمیم. خب من صابخونه رو میشناسم. همینطوری میریم که مثلا بهشون سر بزنیم، سلام احوال پرسی میکنیم، بعدم سعی میکنیم ازشون حرف بکشیم. خوبه؟ آره خوبه. بیاین بریم همین کارو کنیم. بریم.
دخترم با نون بخور. تیلیتش کن. غذای دیگه ای نداری؟ مگه سوپ غذا نیست؟ خدا رو شکر کن، وگرنه خدا قهرش میادا. زود باش دیگه، غذا تو بخور. نمیخوای در رو باز کنی؟ تو برو در رو باز کن. اگه همون نجیب بود بگو مامانم خونه نیست. باشه. پسرم آروم باش. تو رو خدا آروم باش. مامان قربونت بره عزیز دلم، آروم باش. آبجی فاطیما توی خوش اومدی، بفرم. باشه من میشینم، تو بچه رو آروم کن. فکر کردم صابخونه است. این ما هنوز کرایه رو ندادیم. دخترم تو با این وضعیت بیپولی چی کار میخوای بکنی؟ بوده تو بچه آواره شدی. به خدا منم از این وضعیت خسته شدم، ولی چی کار کنم؟ کمال هنوز از شر مشکلاتش خلاص نشده. اونو بی خیال شو. مسعود خودت باید یه کاری بکنی، چاره ای نداری. دخترم باید کار کنی، حداقل یه کمی دستت باز میشه. بچه ها هنوز خیلی کوچیکن، اگه من کار کنم کی از اینا نگهداری کنه؟ برای خانمای خونه دارم کار هست. مثلا یاد بوده عروسی درست میکنن، قلابافی و گلدوزی میکنن. عروس منم این کارا رو میکنه، منم از طریق اون فهمیدم. میخوای تا هم امتحان کنی؟ کمالم هیچ وقت نذاش من کار کنم. ولی وقتی شرایط اینطوریه باشه، قبوله. زود باش زنگ بزن. سلام خاله، صدا جمره. خیلی تعجب کردم دیدمت. حالت چطوره؟ ممنون، خوبم. شما خوبی؟ مشکلی پیش نیومده؟ نه خدا رو شکر. چیزی که نشده نه؟ اوضاع رو براست؟ آره. سوگل کجاست؟ اونو تحویل پلیس دادین؟ اگه اونو تحویل پلیس دادین ما هم تحویل بدیم. ما وارد خونه شدیم. جمره تو هم؟ معذرت میخوام، مجبور شدیم. سوگل کجاست؟ باهاش چی کار کردین؟ کجا بردینش؟ ساغر عزیزای من، قربونتون برم اومدین منو نجات بدین. نگران نباشین، من خوبم. سوگل خیلی ترسیدم که نکنه بلایی سرت اومده باشه. منم خیلی ترسیدم. خوبی؟ چجوری نجات پیدا کردی؟ مامانم نجاتم داد. دوباره شروع کرد. خب دختر بیاین تو با هم صحبت کنیم. نه بهتره بریم، به اندازه کافی مزاحمتون شدیم. بیاین. بیاین. خیلی خوب دخترم، ببین با مدیرتون صحبت میکنیم مسابقه رو دوباره برگزار کنن. نگران نباش. اگرم نشد یه مقدار پول به اون دختره میدیم، خودش از مسابقات انصراف میده میره پی کارش. همینو بس. مامان به هیچ وجه همچین کاری نکن، اصلا عادلانه نیست. دنیا خیلی عدالت داره ها؟ به خواهرت نگاه کن، ببین در حقش چه بی‌عدالتی کردن. خب مامان این وضعی که باهاش اومدی مدرسه رو چی کار کنیم؟ الان تمام مدرسه دارن به هم میخندن.